ایران مخالفت داره، ما روسیه هم مشکلات داره، تطبیق قانون وجود داشته باشه. فعلا چیزی که ما ناراحت هستیم و نگران هستیم برمیگرده به عملکرد خودمون. چون ابزار دست خود داشته شکست یک جمهور رئیس داود خان شخصا نکشتن. بعضی از کارشناسان میان بحث دیگر مطرح میکنن، میگن بر علاوه ازی که آمریکا امروزه در در زمان حکومت طالبان. بیننده های عزیز سلام، به برنامه مهمان سیاسی خوش آمدید. این هفته در کنار من بکتاش سیاوش، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان کشور می باشد. آقای سیاوش، به برنامه مهمان سیاسی خوش آمدید. سپاسگزار، بسیار تشکر میکنم از شما و خیر مقدم میگم آمدن شما اول به کابل، دوم به خانه ملت در پارلمان افغانستان. بسیار تشکر از شما. جناب آقای سیاوش، نخستین پرسش ها اجازه بدن که در ارتباط به شما بپرسم. نخستی که بکتاش سیاوش یک خبرنگار یا سیاستمدار؟ اگر ما باید بگم هیچ کدام شاید مناسب ترین کلمه باشه و دلیل از اینکه هم خبرنگاری ویژگی‌هایی را داره که من در او کمتر احساس میکنم در وجود ما باشه، یعنی من تانسته باشم یک خبرنگار خوب باشم، و هم سیاستمدار شدن که یک بحر بسیار کلان است و شاید یک قطره در یک بحر کلان به نام سیاست باشیم. تنها میتونیم بگوییم که کسی که علاقمند به هر دو بوده و بر دویش گام نهادیم، اما گفتن نمیتونم که هر دوی زی باشیم. میتونیم استنباط بکنیم چون شما بالاخره سیاست برگزیدین، بیشتر علاقمند سیاست هستین؟ سیاست را گزیدم اما از ناگزیری، یعنی قطعا علاقمندی جدی که خودم خواسته باشم عملا وارد شوم بیگونه نبوده. به نحو شرایط زمینه را طوری آورد که باید از تغییر مسیر میدادم برای خدمتگزاری به مردم. یعنی برای شما تحمیل شده این سیاست؟ نه، زمانه شاید تحمیل کرده، ولی اگر تحمیل از جانب کسی باشه نمیپذیرم. اما اگر جانب زمانه بگوییم شاید علاقمند بودم در اوج شهرت کار خبرنگاری خود ادامه میدادم. اما شما میدانید ما در نظامی در شرایط زندگی میکنیم که اینجا بیشتر حکومتدارا و کسانی که در نظام قدرتمند هستند به استبداد رأی باور دارن و مذاقشان خوش نمیخوره که حرفای جدی از پیششان پرسان کنی. در کار ما در طلوع و به عنوان یک خبرنگار در تلویزیون با یک بنبست مواجه شده بود و او بنبست پیدا کردن مهمان بود. هیچ مقام دولتی آماده گفتگو با ما نبود. این باعث میشد که ما یک فهرست ساخته بودیم، یک ماه پیش ما پیشنهاد داده بودیم برای کسی، گفته بود درست گفتگو میکنیم، ولی در دقیقه 90 یک روز مانده و گفتگو میگفت گفتگو نمیکنیم. شما نیازمند بودین برنامه سیاسی بسازیم و مردم هم منتظر بود که ببینم. دو راه وجود داشت، یک عقب نشینی در برخورد و گفتگوهای انتقاد میکردن که شیوه تند است ما گفتگو نمیکنیم. اگر شیوه تغییر میدی ما آماده گفتگو هستیم. اگر من شیوه خود در کار خبرنگاری تغییر میدادم معنیش انتحار سیاسی بود و من قطعا آماده انتحار نبودم. مردم از من چند سوال را میپرسید که چرا کسی که چنین سوالای محکم را میپرسید امروز عقب نشینی کرده؟ آیا تطمیع شدی؟ آیا پول گرفتی؟ و باید ما برای اینا پاسخ میدادم. من فکر کردم که شرایط آماده است برای خدمتگزاری به مردم در یک فاز جدید و او فاز نمایندگی از مردم است که حد اقل امکاناتش مطابق ماده 101 قانون اساسی افغانستان مسئولیت صحبت کردن است. یعنی میتونم همون چیزهایی را که میخواستم از همگی پرسان کنم امروز با صدای بلند در پناه قانون اساسی افغانستان از حق مردم افغانستان دفاع کنم و باورم نیست که تحمیل اگر اونطوری که برداشت باشه که از جانب کسی باشه نه، ولی زمانه طوری آورد که باید از یک فاز به فاز دیگر، ولی در هر دویش فقط یک هدف داشتیم و دارم. شما اشاره کردین که زمانی که در رسانه کار میکردین کمتر حاضر میشدن با شما مصاحبه بکنن و بالاخره مجبور بودین که لیست طویل تیار بکنین، مسائل از این قبیل شما اشاره کردین. خب حالا بحثی است که با رفتن شما از این رسانه و جای دادن شما و جای خود را خالی کردن برای کس دیگه ای، احساس نمی‌کنید که جای شما واقعا در رسانه خالی است؟ من فکر میکنم که اگر به توانایی و ظرفیت جوانای امروز فکر کنیم، فکر میکنم هر کدامش به مراتب بهتر و بیشتر از ما میفهمند
و بهتر و بیشتر از ما میتونن برنامه را گردانندگی کنن. شما امروز میبینید تمام رسانه‌های خصوصی دستاندرکاران بسیار مستعد و قدرتمندش جوانها هستند. باور من است که ما به یک نسل تعلق دارم. یعنی من شخص خودم به خود انحصارگرا نیستم. من فکر میکنم که ما تنها نیست، ما یک نسل هستیم. کس بخواه نخواه خودت مثلا حال در این برنامه کار میکنی. من فکر میکنم وقتی خودت در این برنامه سوال میکنی و با جدیت پرسان میکنی، اما جایی را که من میخواستم اما کار میکنی. بنابراین هیچ نگرانی وجود نداره که نه تنها ما که ده ها و صدها نفر دیگه مثل ما بلند میکنن سر که انشاءالله و سوالات هم میکنن و دست پنجه نرفت. در کدام یک موفق تر بودین؟ خودم در هیچ کدام از نظر خود، چرا که آدم بسیار مشکل پسندی هستم. در اینجا نمیخوایم که شکست نفسی شما ایران میخوایم از دیدگاه مردم واقعیت میخوام این مسئله را شما از دیدگاه خودم در هیچ کدام، چون من آدم هستم که مشکل پسند هستم. کاری میخواستم در تلویزیون بکنم که هیچ نظیر نداشته باشم، هیچ برنامه‌ایم تا آخر به دلم اونطوری که باید چنگ میزد نزد، در حالی که مردم پسندید. حالا اگر از نگاه مردم ببینیم، مردم برام میگه که یک خبرنگار موفق بودیم و هنوز که تازه کار سیاست شروع کردیم و وارد سال دوم در پارلمان میشیم، انتظاراتی را که مردم دارن بیش از حد است و فکر میکنم که تا حدی در این کار، در اون حدی که مردم انتظار داشتن موفق نبودیم، در حدی که در کار خبرنگاری و دیدگاه خودم هم چیزی که براتون گفتم. در ارتباط به سیاست، در رابطه با سیاست که خیلی طول عرض کلان داره. حالا از هر دیدگاه شما میبینید، اگر سیاست ای باشه که شما در راستای دفاع از حقوق مردم برآمده باشین و سخت‌ترین حرف در برابر پادشاه ظالم بگوین، طوری که حدیث پیامبر است، فکر میکنیم این کار را کردیم. ولی بزرگترین جهاد است و این کار را کردیم، از هیچ کس نهراسیدیم. جدیترین حرف ها را در درون پارلمان گفتیم، حتی مورد حمله فیزیکی قرار گرفتیم، اما این باعث نشده که صدای خدا در ارتباط با شما به طور مفصل انشالله صحبت داریم. شما یک چهره مشهور بین کسایی هستین که علاقمند سیاست هستن و برنامه‌های خبری و برنامه سیاسی رو دنبال میکنن. حالا میخوام از زبان شما بشنوم که چقدر واقعا تلویزیون طلوع، برنامه‌هایی که برنامه مختلفی البته شما در این تلویزیون داشتین، در موفقیت شما و رسیدن به راه پارلمان با شما همکاری کرد و چقدر مؤثر بوده برای شما؟ این راه چقدر برای شما هموار کرد تا به اینجا برسین؟ فکر میکنم اول توکل به پروردگار، چون ما خدا به خداوند سپردیم برای اینکه ما این کار را آغاز کردم برای یک هدف و هدف می بود که بتونم به مردم کمک کنم و خدمت کنم. بعد خداوند همین رسانه را که طلوع بود و شکل فکر میکنم که ویژگی در من نبوده، ویژگی ها در طلوع است و شاید ده ها و صدها نفر مثل من است که پشت دروازه‌های می رسانه ها میرن ولی کسی اینا را صداشان نمیشنوه و حتی سی وی شان نمیگیره که داخل برن. من فکر میکنم این میتونیم تنها یک هدیه الهی بگیم که امیر هدیه را برای من داد تا من داخل برم به طلوع و می ظرفیتی که در وجود من به مردم. بعضی که داخل رفتین، این پله‌ای برای شما نشد برای صعود پارلمان؟ فکر میکنم مردم قطعا، شاید اگر من خبرنگار نمی بودم هیچ وقت برای من رأی نمیدادن، به دلیل اینکه شاید نمیفهمیدن من چی فکر میکنم و چگونه فکر میکنم و چطور میتونم از مردم دفاع کنم. ولی توجه داشته باشین که ما کار در طلوع را بر ریسک جان خریدیم. در زمانی که انتخابات ریاست جمهوری بود به حد کافی تهدید هم وجود داشت، مشکلات هم وجود داشت. در همون زمان از موضوع حقانیت دفاع کردیم و این باعث شد که مردم اعتمادشون نسبت به ما به وجود بیاد. حالا این دو بود مسئله است. یکی ای که ما در این کار عاشقانه و صادقانه وارد شدم، حتی به قیمت جان خود. دومی که طلوع هم این زمینه رو بر ما داد که مرا به مردم بشناسانه. گفتون دقیق است که اگر ما یک خبرنگار نمی بودم، اگر من کسی نمی بودم که هر شب برنامه نمی داشتم، مردم چگونه به ما میتونستن اعتماد کنن؟ مردم تنها به حرف ما اعتماد کردن، چرا من نه اهل زور هستم، نه اهل تفنگ هستم و نه اهل سرمایه. آدم سرمایه داری هم نیستم، آدم قدرتمندی هم نیستم. تنها چیزی که دارم زبانم است و مردم هم به این زبان اعتماد. بسیار. در ارتباط با زبان شما هم با شما صحبت‌های می داشته باشیم. شما خبرنگار هستین مشخصاً و پرسش‌های زیادی را از مهمان‌های زیادی مطرح کردین. حالا بگین که مصاحبه کردن سخت است یا مصاحبه دادن؟ فکر میکنم که مصاحبه کردن مشکل تر است نسبت به مصاحبه شدن.
مثلا فعلا امروز شما مصاحبه دارم، مصاحبه شونده است. مصاحبه شونده. ولی فکر میکنم این راحت تر است به دلیل ازی که شما میتونین حرفای دلتون زیاد بگین، اما کسی که مصاحبه میکنن اولی که از لحاظ موقف با کسی قرار میگیره. مثلا شما با یک وزیر قرار میگیرید، شما میخواین سخت‌ترین و جدی‌ترین سوال کنین، برای چند چیز کار است. یک همت بسیار بلند، دوم یک خطر بسیار کلان پذیرفتن، شاید و آدم خوشش نبیه و برای تهدیدی یا مشکلی ایجاد کنه. اما وقتی حال مصاحبه میکنم هر چی میخوای بپرس، من به خدمت هستم جواب میدم. بسیار عالی. اگر راه نخست شما را خبرنگاری عنوان بکنیم، برای شما بازگشت به راه نخست وجود داره؟ خبرنگاری نه تنها که برای من یک راه است، برای من یک عشق است و قطعا ما عاشقانه خبرنگار بودیم. دوست داشتیم همیشه مصاحبه کنم و از هر مصاحبه وقتی میرفتم فکر میکنی که برای یک کار نو میرم، هیچ وقت از کارم خسته نشدم و به مو چیزی که گفتم، به هدفی که تعیین کرده بودم میخواستم برسم، ولی هیچ گاهی نتونستم اما چیزی که میخواستم به دست بیارم. آدم بلند پروازی نمیگم هستم، ولی آدم هستم که با کم قناعت نمیکنم. همیشه فکر میکنم که رویاهای بسیار کلان دارم برای خودم، برای مملکتم. احساس میکنم که اگر من بتونم در یک قالب جدیدتر، به یک چهره جدیدتر، با یک موقعیت جدیدتر به مردم افغانستان بتونم خدمت کنم، احساس میکنم برگشت به نقطه اولی مشکل خواهد بود. باید پیشتر برم و همیشه دور فکر میکنم نسبت به اینکه عقب ببینم. بله، یعنی خبرنگاری برای شما عقب است. خبرنگاری برای من یک عشق است، ولی باورم است که اما گذشته شماست. برای من گذشته شده و برگشت به گذشته یعنی گذشته ننگین نیست، گذشته بسیار با افتخار است. بله. که با یاد کردنش احساس بسیار غرور به گذشته با افتخار نمیخواین برگردین. احساس میکنم که حال مردم انتظارش از من دیگه چیز است. حال وقتی وارد سیاست شدم، همونطوری که گفتم که اگر در خبرنگاری عقب نشینی میکردم، انتحار سیاسی میکردم، حال اگر از سیاست عقب نشینی کنم باید به مردم پاسخ بدم. بنابراین عزم من جزم کردیم در سیاست باقی میمانم تا جان خود در کنار مردم قربان کنم و برای خاطر حفظ آبرو و عزت این سرزمین هر چی در توان دارم در خدمت مردم خودم. حالا بحث شما را در پارلمان به یک اندازه باز بکنیم و ببینیم که چه کارکردهایی طی این 2 سال اخیر، البته اگر اشتباه نکنم 1 سال و 6 ماه چیزی در همین حد و حدود میگذره از کارکرد شما. طبعا فراز و فرودهای بسیار زیادی مجلس نمایندگان طی چند سال گذشته داشته، درگیری‌های با حکومت داشته و شما هم یکی از کسای منتقدای بسیار جدی حکومت بودین. میخوام از شما بپرسم با اپوزیسیون ارتباط دارین؟ اولی که شما گفتین بودین که من هنوزم هستم، ولی من یک فرد کاملا مستقل هستم. من با تمام دیدگاهایی که از جانب هر شهروندی سرزمین ارائه میشه، چه از جناح اپوزیسیون باشه، از جناح موافقین باشه، که در راستای منافع ملی مردم افغانستان باشه، جدا احترام دارم. اما هیچ وقت من زیر بیرق کس را رفتن را خوش ندارم. صادقانه براتون میگم که فرد مستقل به تمام معناستم. هیچ کس بالای من نفوذ نداره. تمام حرفی که به پارلمان میزنم بیرونی آمده از ذهن خودم است و درد مردمم است. من متعلق به صدای خاموش مردم افغانستان است. با یک صدا می شود کاری کرد؟ اصلا ممکن نیست کاری کرد. اما اگر حداقل شما یک کرسی رم یا یک صدا رم بتونین رسا، پاک و در خدمت آرمان‌های کلان مردم افغانستان نگاه کنین، فکر میکنم یک ارزش است. خب ارزش هست، اما کاری نمی شود از پیش برد به تنهایی. بحثی است که شما به عنوان یک کسی که در این راستا قدم گذاشتین، اصلا تمایلی گفتین ندارین و اصلا نبودین در هیچ یک از گروه‌های سیاسی. به نظر شما این گروه‌های سیاسی بدنام هستند یا اصلا فلسفه این را نمیپذیرین که باید در یک گروه سیاسی باشه؟ بسیار سوال بجاست. من موافق به وجود آوردن شرایطی هستم که در او احزاب خودجوش از بین مردم برون شوند، ائتلاف‌ها، گروه‌های سیاسی به وجود بیاید که ما عملاً دموکراسی را تمثیل کنیم. اما احزاب در درون افغانستان متاسفانه تجربه ناکام سیاسی دادن. وقتی شما کسی میگین که من متعلق به این حزب هستم، مردم فکر میکنه که حتما یادم در یک جنایت دخیل است، چرا که مردم اعتمادشان نسبت به حزب از دست دادن. بنابراین من نمیخوایم وارد اونمو کلیشه های شوم که مردم خسته هستن از اون ساختارها. باور من است که ما اول نیازمند به وجود آوردن ظرف هستیم، بعدن ای که دو ظرف چی را میکشیم. تا هنوز افغانستان مردم ما اول مفهوم و معنای ائتلاف‌های سیاسی و احزاب اینا رو درست درک نکردن. اول باید روشنگری شود
که چرا احزاب تشکیل میشه. آیا در خدمت فرد، آیا در خدمت سمت، گروه، قوم، یا یکی در خدمت منافع کلان مردم. باورم است که باید این احساس برای مردم بدیم که احزاب باید از درون مردم به خاطر دفاع از حقوق مردم باشه. او زمان است که ما آماده هستم که با احزاب و جریان ها و گروه ها همکاری کنیم. تا زمانی که این ظرفیت ساخته میشه شما همچنان در یک راه خود که همان تک صدایی بود میروید؟ من جذب هیچ ساختاری نخواد شدم، ولی روشنگری خواد کردم به خاطر به وجود آوردن فضایی که در او احزاب و جامعه مدنی مقتدر باشه. شاید شما بگین تا زمان ما پیر شم، ولی ما آماده هستم عمر خود را سپری کنم تا برای مردم روشنگری کنم که مفهوم احزاب و جریانات سیاسی چیست و چرا باید فریب بعضی از احزاب و جریانات را نخورند. بسیار عالی. پیش از تصویب قانون احزاب و بالاخره بعضی از تغییراتی که در او آمد، ما در حدود اگر اشتباه نکنم 111 یا 110 حزب داشتیم. بعد از اینکه یک سلسله شرایط محدودتر به احزاب وضع کردن، تعداد کاهش یافت و در حدود 30 یا 35 حزب ما شما اکنون داریم. به نظر شما این همه احزاب بدنام هستند که نمیخواین با اینا همکاری کنین یا نفوذی در پارلمان ندارن؟ من برای شما گفتم که احزاب هرچی باشن روی ماهیتی که این شماری را که شما یاد کردین خوب است بد است صحبت نمیکنیم. بالای کلمه‌ای به نام حزب مردم بی‌باور شدن و ما به خاطر بی‌باوری مردم ما هم بی‌باور هستم بر اینا. به دلیلی که شما از پارلمان اشاره کردین که اینا نفوذ ندارن. اولی که سیستم انتخاباتی ما سیستم انفرادی است و این سیستم حزبی نیست. تا زمانی که این سیستم باشه شما احزاب مقتدر اصلا به وجود آوردن نمیتونید. چرا کسی که وارد یک حزب میشه، یک جریان میشه، فکر میکنه که چی سودی برای من خواهد داشت، من در کدام قالب میتونم به مردم خدمت کنم. وقتی شما در پارلمان نمیتونین که بیایین، بنابراین علاقمندی هم پیدا نمیکنه. باور من است که باید کار شود تا احزاب فراگیر شوند، ملی شوند و مقتدر شوند. اقتدارشون نه از این و یا آن، اقتدارشان از مردم افغانستان میگیرن و او فقط یک راه بسیار عمده‌ای است که ما سیستم انتخابات پارلمانی را انتخابات مختلط بکنیم. 50% کرسی ها برای افراد مستقل، 50% کرسی ها برای احزاب، تا ای که احزاب از دل مردم بیرون شود و در تمام افغانستان اینا بخواین نفوذ یعنی در همین داشته شرایط میگن این کار باید بشه؟ باور من است که از این پارلمان کرده، پارلمانی که سیستم تناسبی باشه به مراتب بهتر است. ما 249 نفر در پارلمان داریم، یعنی 249 حزب سیاسی، هر کدام اینا یک حرف دارن، در حالی که اگر سیستم متناسب شود حداقل نیم از پارلمان شما در 2-3 جنا پیدا میکنین که فکر مشترک دارن، حرف مشترک دارن. متاسفانه چرا پارلمان ما ناکام است؟ یکی از دلایل عمده‌اش است که اینجا توحید افکار وجود نداره. اینجا هیچ کس که دیگران بر نمیتابه، همه کس میخواد کس دیگری رد کنه. شما هم در ذیل همین مجموعه هستین؟ قطعا ما خودم هم جزء از این ساختار هستیم که به شدت ناکارآمد میخوانمش. چرا میگم ما دستاورد کلان نداریم؟ به دلیل اینکه در ساختار آمدیم که ساختار برای مردم افغانستان به درد بخور نیست. باور من است که باید ساختار اصلاح شود تا اینکه بتونیم در خدمت مردم حالا باشیم. تا ای که ساختار اصلاح میشه و این ظرفیت ها به وجود میاد و به گفته شما این واژه حزب که بدنام شده و بالاخره تا این خوشنام بشه و این سیستم حزبی و سیستم گروهی در پارلمان افغانستان به وجود بیاید، چه باید کرد و شما چی میکنید؟ ما گفتم قطعا کار ما در حال حاضر به وجود آوردن شرایطی است که ما وارد او عرصه شویم که یک خواسته است. درست، این یک پهلوی کار است. تا او زمان مطمئناً که برخی از کارها را شما باید انجام بدیم برای انکشاف امور، برای رفاه اجتماعی مردم و رفاه اجتماعی و انکشاف امور و دست یافتن به بعضی از دستاوردها مطمئناً میطلبه که شما با یک سلسله افراد کنار بیاین یا اونا با شما کنار بیاین، کسایی که نزدیک به مفکوره شما هستن. وقتی که با هم دیگه کنار بیاین میتونین به صورت دست جمعی اقدام بکنین. باور من است که نمیشه به خاطر اینکه شما بخواین کاری بکنین با افراد یک جای شوین که فکر مشترک ندارین، دید مشترک ندارین و زبان مشترک ندارین. ما از روز اولی که به پارلمان آمدم، ما به روز چندم پارلمان بود که ایستاده شدم به کرسی ریاست پارلمان. یک بیانیه هم دادم. منظورم ریاست پارلمان نبود، منظوری بود که ما یک پیام میخواستم برای همه در پارلمان بدم که ما با همه کسی هستیم که طرفدار شفافیت است و هر کسی که با مردم شفاف نیست با هیچ کس نیستیم. اما تو تنها ماندیم. به این دلیل که ما پیشنهاد کردم که بیاین در روزهای اول کاری پارلمان ثبت دارایی میکنیم، دانه دانه به مردم حساب میدیم. موتر داریم چند دانه، از کجا کردیم، چگونه، خانه داریم، بلند منزل داریم، بادیگارد داریم که وقتی 5 سال بعد از پارلمان بیرون میشین
مردم از پیشتان حساب بگیرن که پرسان کنه اما آدم هستی که روز اولی که رفتی تو گفته بودی بلند منزل نداری، اما امروز بلند منزل از کجا کردی؟ با این کار من چند هدف داشتم. یکی که ما مشخص کنیم که چقدر نفر واقعا در درون پارلمان آماده در خدمت مردم قرار گرفتن هستند. متاسفانه از جانب هیچ کس لبیک نشد. به تنهایی رفتیم، ثبت دارایی کردیم در این اداره مبارزه با فساد. باز به او اکتفا نکردیم. اونا پالیسیشون نیست که باید نشر نشد. من براشون گفتم که من برای شما حسابدهی نمیکنم، چرا حکومتی که تا گلو خودش غرق به فساد است، من هیچ نیازمندی برای پاسخگویی به اون ندارم. ما برای مردم میخوایم حساب بدم. بعدش اینو به روزنامه چاپ کردیم، در روزنامه ماندگار، و برای همه مردم توضیح کردیم. همه دارن را. وقتی 5 سال بعد من از پارلمان خارج میشم، باید یکی امرای من محاسبه شود که ما او گفتیم که من خانه ندارم، بلند منزل ندارم، موتر ندارم، بادیگارد ندارم. اگر در زندگی شخصی ما اندکترین تغییری می باید مردم پرسان کنه و این حق دارن که از کجا کردی؟ تو که گفتی من این چیزا را ندارم. اینی میرسانه که من صداقت دارم در خدمت به مردم افغانستان. اما ما یک صدای دیگه را نشنیدیم که بیای امرای ما شوه و بگه ما همین کارا میکنیم. شما میتونید پرسان هم کنیم از همین. جالب است. همین سوال میخواستم از شما مطرح بکنم که یک هم صدای هم نیافتیم. نخواستن با ما هم صدا شوند. جالب برای خودم هم نیست. مثلا ما خواست کردم که ثبت دارایی کنیم به خاطر به وجود آمدن شفافیت، بعدش به یک روزنامه یا رسانه بدیم که پخش شود تا مردم ببینن، اما هیچ کسی کار نکرد. معلوم میشه که کسی نبوده که این کارو بکنه. بله، این خب فقط در یک مورد بوده. در موارد دیگه هم مطمئنا وجود داره که شما راهکارهایی داشتین، حرفایی داشتین. چقدر با راهکارهای شما موافق بودن؟ شما وقتی همسفری را انتخاب میکنین که یک جای سفر کنین، باید او از مقدار پولی که به جیب شماست و شما از مقدار پولی که به جیب دوست آگاه باشین تا هم سفر شوید. اولین شرط ما به خاطر هم فکر شدن و هم نظر شدن با دیگر اعضای پارلمان این بود که ما با یک شفافیت میریم. چرا من نمیخوایم با کسی هم راه شوم که نمیدونم دارایی را از کجا کرده، آیا واقعا از خون ملت پیدا کرده، آیا دزدی کرده، از کجا کرده، باید این پاسخ بده. اون زمان ما میتونستم گام بانم، ولی آل چرا تنها ماندیم؟ به دلیل اینکه هیچ کس نخواست که ما محاسبه داشته باشیم. حتما مسئله هست، بنابراین نخواستم با هیچ کس یک جا شوم. همینطور ادامه میتونم به تنهایی، به خاطری که من تنها نیستم. همونطور که کار خود در رسانه گفتم متعلق به یک نسل است، کار ما به پارلمان هم منحصر به فرد نیست. تنها نیستم. کار ما در پارلمان نمایندگی از یک نسل میکنه، نسلی که ما آماده هستم به خاطر به وجود آوردن شفافیت با یک الگو تبدیلش کنم. اما کاری که ما کردیم، شما میدونید هنوز ما خیلی جوان هستم، تمام عمرم باقی است، ولی ما با مردم خواستیم شفاف باشیم. خواستیم اگر اندکترین تغییر عادی در زندگی ما باید مردم بدانند. بنابراین این اعتماد نسبت به من نیست، اعتماد نسبت به یک نسل است که من جدا به او احترام دارم. بله، بحث ما و شما چنان شیرین و جالب هست که من فراموش کردم در چه زمانی شروع کردیم و تا اینجا چه زمانی هست. همکارم اشاره میکنن که یک میان برنامه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. بیننده های عزیز، پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره در خدمت شما هستیم. دوباره به برنامه مهمان سیاسی خوش آمدید. همچنان در کنار من بکتاش سیاوش، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان کشور هستند. آقای سیاوش، مجددا به برنامه مهمان سیاسی خوش آمدید. بسیار عالی. برخی از پرسش‌های مرا شما در لابلای صحبت‌های خود جواب دادید. من مثلا می‌خواستم بپرسم که خود به عنوان یک جوان چگونه در داخل این پارلمان یافتین و چقدر به شما اهمیت میدن که در لابلای صحبت‌های شما می پاسخ دریافت و امیدوارم که بیننده‌های ما هم این پاسخ یافته باشند. بحث با شما در ارتباط به کارکرد شما در مجلس نمایندگان کشور یا پارلمان کشور ادامه میدیم. آقای سیاوش، بیشتر افرادی که من با اونا مصاحبه کردم و شما با اونا مصاحبه کردین بیشتر شعار میدن، آرمانگرا هستند. من به مردم خود خدمت میکنم، مردم ما از هر کسی که شما بپرسید دقیقاً همین حرف به شما میگه، چیزی که شما هم گفتید. درست؟ حالا ما میخوایم که برخی صحبت‌های شما عملی باشه، یعنی جنبه‌های عملی داشته باشه. شما از زمانی که به پارلمان افغانستان آمدین چه کاری برای این مردم کردین؟ ما یکی از دلایلی که به پارلمان آمدم همین بود که ما یک نقطه پایان برای کتمانکاری ها بگذاریم. مثلا وقتی ما میایم به رسانه و صراحت میگم، بیشترم به شما گفتم که ما دستاورد نداریم. شما چند تا دیگه هم در پارلمان پیدا نمیکنین که عملاً چنین بگه.
چون من میگم این پارلمان ناکارآمد است، ضعیف است و در خدمت مردم واقعا نیست. اینی حرف که وقتی میگم فکر میکنم این خدمت است به مردم، چون حداقل همین موقعیت برای مردم روشن میکنم که چنین نابسامانی در درون این پارلمان روان است. یک. دوم، کار در پارلمان دو بخش دارد. کار انفرادی، بخش مسئولیت های فردی یک نماینده مردم، بخش مسئولیت های جمعی. در مسئولیت های جمعی خود موفق احساس نمی کنم و دستاوردی هم وجود نداره. شما میدونید از روز اول که پارلمان به وجود آمده یک مدت زمان باید مبارزه میکرد تا ثابت میکرد که آیا واقعا اینا نماینده های مردم هستند یا نیست. بنابراین دستاوردی که در خور مردم افغانستان باشه، یعنی شایسته و بایسته مردم باشه، قطعا وجود نداره. میمونه بود فردی، مثلا مسئولیت های فردی. در این بخش تا حدی در خدمت مردم بودیم، بخصوص جوانان. مثلا در کانکور یک شمار زیادی از جوانها، حالا میخوایم چند تا نمونه بگیم براتون برای اینکه روشن شود که بگیم چی شده. یک شمار زیادی از جوانها بیش از 300 نمره گرفته بودن، ولی اینا به خاطر انتخابشان یا به هر دلیل بی سرنوشت بودن. وقتی نتایج اعلان شد رفتیم با پشت دروازه وزارت تحصیلات عالی و جایی که نتایج نصب است ایستاده شدیم، دانه دانه اینا را پیدا کردیم. 40-50 نفر یک جا کردیم، برشان کار کردیم تا یک سرنوشت پیدا شود و رفتن بر رشته‌هایی که حال دلخواه یا نادلخواه به هر حال کاری کردیم که اینا وارد ساختار تحصیلی و تحصیلات عالی افغانستان شود. یک شمار زیادی از جوانها بیکار هستند. با خصوص همونطوری که شما گفتین یک تعداد از مردم به خاطر کار در رسانه یک اعتماد نسبت به من دارن، یا اگر کار میکنن در این جیوها یا در شرکت های خصوصی. ما دانه دانه از اینا خواهش کردیم تا امی جوانها را مصروف به کار کنن. یک کار دیگه که براتون میتونم بگم که عملا فعلا کارش در جریان است تا هنوز پایان نرسیده. 2000 فامیل در یکی از مناطق شهر کابل است، اینا برق نداشتن چون در قسمت تپه زندگی میکنن که اونجا هیچ وقت توجه نشده. در زمان مبارزات انتخاباتی اینا بر ما زیاد کار کردن و جدا آمدن، زن و مرد برای کمپاین بسیار کلان ساختن، بدون هیچ توقعی رفتیم برشان سخنرانی کردم و برشان وعده دادم که امرایتون کمک میکنم برای آوردن برق. تا هنوز چندین بار پیش هر کسی که اینا خواستن رفتیم، یعنی در هر سطح و سویه‌ای که بودن بدونی که در نظر داشتی که ما کی هستیم چی هستیم، رفتیم برشان. پای برق برشان گرفته شده، حداقل سیمای برقشان گرفته شده و حال جکشن و این مسائلشان مانده. یعنی اگر برای 2000 نفر بتونیم برق بگیرم فکر میکنم یک دستاورد کلان است که شاید از دلشان دعا کنن. چون نمونه‌های عملی خواستم این چند تا را اشاره کنم. او که من اهل شعار نیستم، هیچ نوع علاقه‌مندی به شعار دادن ندارم. او که میگم در خدمت مردم افغانستان هستم که جانم فدا کنم، او را عملی به این شکل کردیم که در این شهر کابل با همین انتقادی که از حکومت میکنم و عمدتاً از فرد اول مملکت، بدون بادیگارد و بدون اینکه نگهبان داشته باشم به تنهایی میگردم. در جایی که شلوغ است و مردم است همه جای میرم بدون هیچ نوع حراس و گاهی هم که موترم خراب باشه پیاده میرم بدون اینکه از مردم بترسم. به این دلیل این شعار نیست. میتونی از مردم پرسان کنی که من پیاده یا میرم و راحت بین مردم میگم. منظور تنها شخص شما نبود، یک در یک سطح کلی عرض کردم. و باز هم میگم جالب است که من برخی سوال‌ها رو یادداشت میکنم، میبینم که شما در لابلای صحبت اونا رو میگین چون خبرنگار بودم. بله مطمئناً که میفهمید من چی میخوام بپرسم. بله خب امیدوارم که از این به بعد هم بخونین و سوالای ما رو به صورت درست تا اینجای کار که جواب دادین باز هم جواب بدین. شما اشاره کردین که بدون بادیگارد و نمیفهم سال هم به داخل شهر کابل میگردین. برای من خیلی جالب است. من چندین بار خواستم با شما مصاحبه انجام بدم، خود شما به جریان هستین، اما واقعا دسترسی برای من به عنوان یک خبرنگار به شما بسیار مشکل بود. این میرسانه که شما نسبت مسائل امنیتی بسیار حساس شدین؟ او که ما و شما نتونستیم ملاقات کنیم بیشتر جنبه امنیتیش در نظر نبوده. جنبه این مهم بوده که ما به خاطر مثلا می که گفتم کار پیدا میکنم به جوانا، یک فهرست کلان برای خود مثلا برای یک هفته آماده میکنم. روز شنبه با اینی افراد دیدن، روز یک شنبه با اینی جایا رفتن، فاتحه، عروسی، اینا همگیش مردم توقع داره که شما به عنوان یک نماینده مردم به عروسیشان برید. توقع داره که در فاتحه شرکت کنید. بنابراین یک اینی حوادث باعث میشه که گاهی وقتی شما لستم آماده میکنین که من اینی وقت میخوام اینی کار کنم، یک حادثه با وجود میاد که شما نمیتونین همون کار رو به سر وقتش بکنین. یعنی اگر ما نتونستیم ملاقات کنیم در اون وقتی که مناسب بوده، تنها جنبیش همین بوده. اجازه بدین صادقانه همین مسئله رو با شما عرض بکنم. اویی است که من از چندین جا شنیدم
شما نسبت به مسائل امنیتی بسیار حساس هستین. خب همینطور که شما خبرنگار هستین، پیش از مصاحبه میرین تحقیق میکنین، من هم تحقیق میکنم. درست؟ تحقیق من به این نتیجه رسیدم که شما به خاطر انتقادهایی که از حکومت میکنن، بالاخره از اینکه یک کمی سر و صدا دارین در داخل پارلمان، تهدیدهای امنیتی به سر شما بسیار زیاد هست و به این خاطر حساس شده نسبت به مسائل امنیتی. این مسئله واقعیت داره؟ تهدید هست، میپذیرم کاپیتان، تهدید هست و من هم بیدار جانم هستم. اما اگر این فکر کنیم که باز این تهدیدها باعث شده که من خودم کاملا در حاشیه قرار بدم، یعنی از انظار عامه در پناه داشته باشم، این کار نیست. همین که گفتم براتون، من بسیار پیاده هم میگردم، به راحتی به جاده‌های کابل میگردم، در اماکن جایی میرم که بسیار مردم هم زیاد است. باز من آدرس میتونم برین ببینین، مردم پرسان کنین که واقعا همین اینجا می یا نه. این تهدیدها نمیتونه مرا منصرف کنه از دیدگاه و از چیزی که میخوایم بگیم. این تهدیدها از جانب چه کسایی وجود داره؟ مشخص نیست که کی هستند، ولی روشن است. ما از حکومت انتقاد میکنم، به ویژه از شخص رئیس جمهور، و میدانم رئیس جمهور ما باور دارم که فردی است که به استبداد رأی باور دارد و کسی را بر نمیتابه که بخواد انتقادش کنه. شما منتقد بسیار جدی آقای کرزی هستین. در این ارتباط پرسش‌های ما دارم، ان شاءالله با شما مطرح می‌سازم. اما پیش از اجازه بدین که یک پرسش دیگر با شما مطرح بکنم. اون مسئله از این قرار است که یک عده مردم، همونطور گفتم من تحقیق میکنم، باز هم نتیجه تحقیقات با شما میگم، به این باورن که آقای سیاوش تازه که به پارلمان آمده بود بسیار سر و صدا میکرد، بسیار حضور داشت در پارلمان، همواره در رسانه ها بود و بالاخره چهره نمایانی داشت. اما در این اواخر کم فروغ است. میپذیریم؟ چند مسئله است. روزهای اول که به پارلمان آمدیم باید ثابت میکردیم یک مسئله را که باید دست کم گرفته نشه و ما در مدت زمان کوتاهی کار کرد. خود میخواستیم ثابت بکنیم؟ نسل ما میخواستیم ثابت کنیم، چون بی‌باوری نسبت به نمایندگی از نسل خوده نه، خود نه، نسل میخواستم، چون اعتماد اینجا همیشه به ایست که چقدر شما سنتان بزرگ است و آیا شما به کدام خانواده بزرگ متعلق هستید. من میخواستم اینی ساختارها را بشکنم، من ثابت بسازم که در استدلال ها وقتی شما میایین، بازی مهم نیست که شما مثلا پسر کیستی، مهم نیست که چقدر سرمایه دارید، مهم نیست که چقدر سن دارید، مهم نیست که عقلتان چقدر است. ما در اون روزهای اولی کاری را که میخواستم، یعنی نسبت به ثابت کردن جایگاه یک نسل کردم. امروز اهمیت زیادی در پارلمان قائل هستند به نظریات من روزی که نوبت میگیرم برای صحبت کردن، همه منتظر هستند که من چی میگم و من میخواستم میره ثابت کنم که حرفی که ما میزنه میان توهی نیست و باید جدی گرفته شود، چون حرف یک فرد نیست، حرف یک نسل است. به می دلیل است که حالا موضع‌گیری های ما در مواقع مهم همچنان ادامه دارد، ولی فکر میکنم در هر مورد دست و پا انداختن زیاد مناسب نیست. مثلا من میخوایم همیشه موقف مردم نمایندگی جدی سیاسی کنم. ما هیچگاه اجازه ندادیم که منبر پارلمان افغانستان، یعنی تریبیونش، به دفاع از طالب و القاعده و پاکستانی ها استفاده شد. و هر زمانی که مسئله بلند شده نوبت گرفتیم حرف خود زد. یعنی نمایندگی از مردم معنیش نیست که مثلا بعضی وقت شما جامع الکمالات نمی باشید. یک بحث مطرح میشه که شما در اون مورد جاد نمیدانید. اگر حرف میزنین و نمیدانید، فکر میکنم که نمونه خوب نیست. ولی اگر میدانین و حرف میزنین، نمونه عقلانیت. بسیار عالی. شما گفتین که جایی که میدانستین حرف میزدین و بالاخره تاثیرگذار بودین و همه منتظرن که حرف شما رو بشنون. اگر واقعا چنین بوده، چرا حتی یک نفر هم برای خود جذب نکرده که هم فکر شما شود؟ همیشه دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. همیشه مهم نیست که برای شما اهمیت قائل شوند و در کنارتان باشند. میتونن نپذیرنتان ولی دور از شما باشن، اما به نظریاتتان احترام داشته باشن. امی که ما حرف میزنم واکنش نشان میتن، نشان دهنده اهمیت این حرف است. من از اینو توقع ندارم از هیچ کس که بیای او در کنار ما باشه و بگه که حرفای درست است. بسیار عالی. من باورم است که وقتی من حرف میزنم میزا کوبیده میشه، معنایش است که حرف من با اهمیت است و اینا اهمیت و حرف میدونن که به مغز استخوانشان کار میکنن و میزها را میکوبن و این کار بارها شده در پارلمان. بسیار عالی. شما در صحبت‌های قبلی خود اشاره کردین که هیچ یک حاضر نشد که برای دارایی و املاک و این مسائل خود ثبت بکنه. البته اونطوری که من میخواستم. بله، اونطوری که شما میخواستین. من یک نمونه را به شما میگم. آقای رمضان بشردوست
ما با اونا هم مصاحبه داشتیم. تا جایی که میدانم نمیخوام در ارتباط با اونا قضاوت بکنم، چون از موقعیت یک خبرنگار با شما صحبت میکنم، حاضر هستن که دست به همچین کاری بزنن. اونا هم واقعا چنینن؟ ما به کس با عنوان افراد نمیخوایم صحبت کنم، چون ما به افراد مراجعه نکردیم. صدای ما برای همه تالار بود، میتونست هر کس همراهی کنه، ولی تا امروز ما ندیدیم که کسی که همون کار ما خواستیم بکنیم و در یک روزنامه پخش کردیم با عنوان یک سند تاریخی. یعنی کاری نیست که ما با تمام عمر خود به قمار زدیم. میره پیش همه است و هر تغییری که 30 سال بعدم در زندگی ما بیاید مردم میکشه برای فرزندای خود نشان میده که اینی آدم وقتی به پارلمان رفته بود اینو تو یک وضعیت داشت، امروز ببین چی تغییر کرده. برای من حرف زیاد مهم نیست، مثلا بگی که چی میکنم یا چی کردم یا آماده هستم. میخوایم عملی شود. کمی کار نشد، بالاخره نکرد کس و ما این عام مخاطب عام بود، همه بود در واقع میدی هم. این بحث با شما میگذاریم کنار، میایم یک بحث دیگه رو با شما شروع میکنیم. انتقادهای شما از شخص اول مملکت واقعا بدیل مناسب برای آقای کرزی داریم؟ بسیار زیاد. شما این سوال زیاد میشن و حتی در بیرون از کشورم گرفتیم این سوال شده، در داخل هم این سوال میشه. باورم ایست که شما نمیتونید 30 میلیون نفوس افغانستان دست کم بگیرید. هیچ ویژگی را من در شخص رئیس جمهور کرزی نمیبینم، با تمام احترامی که برش دارم، که افراد دیگه این مملکت نداشته باشن. مثلا چی ویژگی داره رئیس جمهور کرزی که خودت نداری یا کس دیگه نداره؟ اینجا افرادی هستند که با تحصیلات عالی بسیار بلندتر، با تجربه کار بسیار بلندتر، با صداقت و پاکدامنی و خوشنامی، اما نباید اونا رو دست کم بگیریم. هر فردی این مملکت، همین کسی که شما پیشتر نام گرفتید، آقای بشردوست، یک نمونه بسیار خوب، چرا نمیگذارن همین آدم رئیس جمهور شود اگر واقعا به صداقت و امانتداری رای میده؟ این بدیل مناسب است آقای بشردوست واقعا برای آقای کرزی؟ به مراتب بهتر است از آقای کرزی. و اگر نظر یک فرد مطرح باشه که من هستم، من فکر میکنم بشردوست ویژگی‌های بسیار زیادی داره که رئیس جمهور کرزی یک کوره نداره. پابندی به قول و سمت و زبان در خصلت ای آدم نیست، اما او آدم سراسر در این چیزا پیچیده و مشکل کلان افغانستان که امروز ایجاد کرده، برای است که فکر میکنه که چطور میتونم به خانوادیم خدمت کنم، چطور میتونم برای قوم قبیله خود خدمت کنم. فردی که هنوز نتونست از قبیله خارج شود چطور میتونه یک رئیس جمهوری باشه که نمایندگی از مردم افغانستان کنه؟ بنابراین بشردوست به مراتب بهتر است. در شرایط حاضر این بهتر نیست که شما فکر اصلاح را در نظام و به ویژه در شخص رئیس جمهور در ذهن داشته باشین و او را به زبان بیارین تا ای که برای بدیل او فکر بکنین و او را به زبان بیارین؟ من فکر میکنم نظام فعلی و فرد رئیس جمهور کرزی شخصا با ماشینی میمانه که تمام پرزهایش از کار افتاده. شما با جابجایی و تبدیل کردن یک یا دو پرزه این ماشین را دوباره نمیتونین جوان کنید. شما نیازمند تبدیل این ماشین هستید. این ماشین قطعا از بدل بخوری از مردم افغانستان خلاص است. فقط چیزی که میتونه بدیل باشه برای این نظام و به فرد رئیس جمهور کرزی است که باید تبدیل شود. یعنی مشکلات در حدی است که شما با تغییر و تبدیل و اصلاح هیچ چیزی را به دست نیارید. در رده‌های پایینی منظور شما هست، نه در رده‌های بالا؟ منظوری که آب از بلندتر گلالود است. رئیس جمهوری که خانواده‌اش متهم به فساد است، شما چی میتونید بکنید در این مورد؟ خب البته اتهام از اون چیزی است که هنوز ثابت هم نشده و در پیشگاه هیچ دادگاه این مسئله هنوز مطرح نشده و ثابت نشده. ما هم نمیخوایم روی این موضوع بحث بکنیم چون اون حساسیت کار خبرنگاری درک میکنه. بله، این حساسیت وجود داره. بحث در ارتباط به شخص رئیس جمهور این هست که با بدیل این مهره، یعنی یک نفر، شما میتونید کل نظام اصلاح بکنید؟ نظام افغانستان نظام ریاستی است و رئیس جمهور در رأس همه قوا قرار دارد. اگر امروز نابسامانی در قوه قضایی افغانستان است، من مقصر آقای سلام عظیمی سرپرست دادگاه عالی را نمیدانم. من مقصر رئیس جمهور کرزی میدانم، چون رئیس جمهور کرزی در این حال که رئیس حکومت است، رئیس کل دولت است. چند پیشنهاد برای پارلمان، رئیس همه جا، اما ارسه قوا. ما چند پیشنهاد برای رئیس جمهور افغانستان کردیم. اگر واقعا صادق هستی به مردم افغانستان، چند والی، چند وکیل، چند قماندان و چند معین که فساد کردن چرا به دادگاه نمیکشید؟ اگر همی که هر روز داد میزنه که فساد است، فساد است، فساد، کی است مفسد؟ چرا به دادگاه کشیده نمیشه؟ اگر فرد اول مملکت و آرمان‌های مردم صادق است، چرا دادگاه برگزار نمیکنه؟ چند وزیر و والی و وکیل و این آنی که
متهم به فساد هستن علنی محاکمه نمیکنه که ما بدانیم که اینجا قدرت اصلاح پذیری وجود داره. وقتی شما میبینید که همون کسایی که متهم به فساد است از جانب همه حکومت، از جانب فرد اول مملکت حمایت میشه، چه انتظار داریم؟ بسیار اصلاح در کجا به؟ حالا یک موضوع دیگر با شما مطرح کنم. شما اشاره کردین که به خاطری که مسئولیت زبانی داشته باشین و مسئولیت تفکر داشته باشین آمدین به پارلمان و همچنان در زاویه دیگر رئیس جمهور متهم کردین که هیچ یک از وزیران، وکیلان و کسایی که بالاخره متهم به فساد هستند اونا را دستگیر نکرد و بالاخره پنجه قانون نسپرد و علنی اونا را افشا نکرد. شما اصولا کار شما هم یک از جوانب کار البته ای هست که باید تحقیق بکنید که کی فساد میکنه در این جامعه. منظورم در سطح کابینه هست. در سطح کابینه شما فعلا مسئولیت هم داره. ما هم صحبت‌های شما پخش میکنیم. کدام یک از وزیران آقای کرزی متهم به فساد هستند نزد شما؟ بسیار براحتی آقای صدیق چکری وزیر حج و اوقاف خب متهم به فساد شد، فرار کرد. نمونه در رسانه‌ها نمونه ما دیدم که اونا متهم به فساد شدن و بالاخره چیزی که همه میدونن. بعد مشکل در کجاست که رئیس جمهور کرزی وقتی به اسلام آباد رفت در لابی هتل با همین آقای چکری ملاقات کرد. انتظار ما از رئیس جمهور افغانستان این نیست. شاید کسانی را که میخوایم نام گرفته شود اداره عالی مبارزه با فساد بهترین جای باشه. بارها گفتم اسناد دارم در مورد وزرا، چرا نمیگه؟ شما تحقیق نکردین در مورد یکی از وزیران کابینه مثلا؟ وکیل پارلمان چند ویژگی داره کارش. یکی نمایندگی از مردم، دو قانونگذاری و سه نظارت به عملکرد حکومت. اینا لیمیت یا محدودیت دارن. مثلا کاری که شما میگین تحقیق کردن در مورد زندگی افراد، زندگی نه، کار عمومی، کار اداریشون. این کار مثلا کار یک سارنوال است. این من سارنوال نیستم، نماینده مردم هستم و نماینده مردم نمیتونه به اون مسائل وارد شود. اگر واقعا مردم چون این چیز داشته باشه، ما از طریق امیر رسانه شما فراخوان میتونم که مردم میتونه به اختیار ما قرار بده، ما مبتنی بر مو اسناد بتونیم میره بگیم. اول وقتی میگم رئیس جمهور کرزی از مفسدین حمایت میکنه، خو نمونهش براتون گفتم، یعنی هوایی نمیگم، گفتم که این آدم متهم به فساد است ولی آورده حمایتش میکنه. حالا هر جایی که رفت آدم چطور فرار کرد؟ اگر رئیس جمهور مملکت نمیخواد آیا ممکن است چند فرد در افغانستان خب مشخص شده، مثلا صدیق فطرت، نادر آتش، همچنان صدیق چکری و اگر اشتباه نکنیم یک دو مورد دیگه هم هستن که اینو علنی حکومت هم اعلان کردن. اما یکی از وظایف شما طوری که اشاره کردین و مطابق قانون اساسی دقیقاً نظارت بر اعمال حکومت هست. شما نیاز نیست که یک سارنوال باشین، اما مطمئنا نظارت میکنین کار حکومت را، به ویژه کار کابینه، چون حکومت هم کابینه هست. وقتی که شما کار کابینه را نتونین از لحاظ فساد بررسی بکنین، چه میخواین برای مردم بکنین؟ این دولت با طول و عرضش شما میبینید ده ها نهاد به نام مبارزه با فساد و این آن ساخته، اما میبینید که قادر نیست نام یک دو نفر بگیره که لیستش هم پیش است. ما پیشنهاد میکنم برای می دوستا که اگر شما نام گرفتن نمیتونین، اما اسناد در اختیار ما بتین، من نام می افراد میگیرم. یعنی توجه داشته باشین که ارکان نظام کارشان معلوم است، یعنی تقسیم کار است. یکی از مشکلات کار ما است که چرا بعضی وقت دولت ما با بنبست میرسه که تداخل وظیفوی وجود داره. مثلا کار پارلمان بعضی وقت رئیس جمهور میکنه، وقتی میتونه پارلمان مطابق مواد قانون اساسی افغانستان امضای پیمان ها را در اختیار خود داشته باشه و یا ردشانه، رئیس جمهور میره جرگه برگزار میکنه، اختیارش به جرگه میته خلاف قانون و کارش میکنه. ما خود ما هم خواستار این نیستیم که تداخل وظیفوی به وجود بیاید، ولی تشویق میکنیم حکومت را برای اینکه وقتی حرف میزنه از فساد مبارزه میکنه، شعار میده، باید عملی کنه. و حتی یک دو نمونه‌ای که به زبان ما هست میگه بدون برنامه. شما حاضر نشدین که هیچ یک از وزیران کابینه را نام بگیرین چون اونا متهم به فساد هستن. حالا بیایم یک نهاد دیگر با شما گفتین دولت متهم به فساد است. دولت با توجه تعریفی که در افغانستان داره هموسه قوه هست که پارلمان کشور و به ویژه شاخه اولش یعنی شورا مجلس نمایندگان کشور هم ضمیمه یا زیر مجموعه همین مسائل قرار میگیره. اگر اشتباه میکنم شما سوال مرا اصلاح بفرمایید. برداشتی که من از شما کردم از گفتار شما در پارلمان هم این فساد وجود داره، درست است؟ ما که خود پارلمان متهم نکردیم برای این، ولی همونطوری که شما هم شنیدین ما هم شنیدیم، آقای لودین به عنوان رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری اعلام کرد که پولهای کلانی در پارلمان پایین بالا شده
من از این حرف استقبال میکنم. اگر چون این چیز شده، شما شاهد این قضیه بودین؟ شاهد نیستم. من از این حرف استقبال میکنم که اگر این کار شده، آقای لودین بیاید توضیح بده که کی در کجا چگونه پولا را گرفته. ما از هر کسی که بخواد به خاطر شفافیت کار کنه حمایت میکنیم و من فکر میکنم که اگر آقای لودین نتونه ثابت کنه ای که واقعا چنین چیز در پارلمان وجود داشته، ای هم به خودش برمیگرده، به اعتبار میسازه، هم در مجموع دولت افغانستان به اعتبار میسازه. پیشنهاد ما به دوستایی است که اگر چنین اسنادی وجود داره، هراس در کار نیست، حمایت تمام مردم افغانستان دارن، بیاین بیباکانه نام بگیرن که اینی افراد در چنین فسادی دست دارن. بسیار عالی. جالب است شما به شمول خود 249 نماینده در پارلمان دارید، یعنی 248 همکار. شما حتی شهید شدن که خدا مغفرتشان کنه. یعنی به صورت رسمی و قانونی مسئله رو با شما مطرح کردم. شما با این همه افرادی که سر و کارین، حتی یک مورد هم نیافتین که این همکارای شما متهم به فساد باشند و اینا فساد کرده باشند؟ من برای شما گفتم که من زیاد در رابطه با اینا نیستم، چون امی که گفتم تنها هستم. وقتی شما تنها هستین کس راز خودم به شما. خب تنها بودن شما به این مفهوم نیست که شما را وا بداره تا ای که در مورد مسائل اونا تحقیق و پژوهش نکنین و اونا را به حال خودشان نگاه کنین. اگر چیزی هم وجود داره برای این ملت کردن، ببین این وظیفه شما است که نگذارین اونا هر کاری برای این ملت کردن دستشان باز باشه. شما میدونید مسائل پولی و فساد طوری نیست که کس دست به دست بکنه که باز ما ببینیم عملا اونجا. شاید اگر چون این چیزایی که گفتم میشه در مورد پارلمان وجود داشته باشه، اون بیرون از این تالار باشه و من چون رابطه با اینا ندارم، نشست و برخاست ندارم، بنابراین نمیدانم که این چگونه است. ولی شما میدانید که برای این کار یک اداره موظف شده. آقای لودین با 3 دانه موتر لکسس بیش از 40-50 هزار دلار با چندین تا بادیگارد میگرده، موتر ضد گلوله. رئیس جمهور کرزی هم امی اداره را به وجود آورده، میلیون ها افغانی را ماهانه برشان میده. خب باید پرسان کنه که شما وظیفتون چیست؟ چی میکنه؟ وقتی فساد وجود داره چرا مستندسازی نمیکنید؟ شما برای هر کار میبینید اداره ساخته شده. حالا اونجا پول مصرف میشه، انرژی مردم افغانستان مصرف میشه، چرا افشاگری صورت نمیگیره؟ باید پرسیده شود این مسئله. بسیار عالی. به عنوان آخرین پرسش در همین موضوع میخوام مطرح بکنم که پارلمان دور 15 و 16 چگونه مقایسه میکنیم؟ این دو پارلمان دو روی یک سکه هستند. اینا از دل بحران بیرون آمدن، بیشتر در خدمت منافع شخصی هستند و با دور از خدمت گذاری به مردم. این ویژگی از دو پارلمان. بسیار عالی. یعنی هر دو ناکام میدونید؟ من از حال میگم سالی که نکوست از بهارش پیداست. امی مدت زمانی که در پارلمان کار کردم فهمیدم که این پارلمان به درد مردم نمیخوره. اینجا مشکل سمت، مشکل قوم، مشکل زبان، مشکلاتی وجود داره که مشکل عدم توجه به مردم. بنابراین روشن است دیگه که وقتی طرز دید نماینده ها همینطوری باشه نمیتونی انتظار بسیار کلان داشته باشی. این پارلمان هم به اون پارلمان میمونه و هر دوش یکیست. بسیار. یک سوال شخصی. تقریبا در حدود 40 دقیقه است ما با شما مصاحبه میکنم. در این مصاحبه ما چه نقاط ضعف یافتیم؟ من برعکس نقاط ضعف نیافتم که نقاط بسیار قوت یافتم و بسیار امیدوار شدم برای اینکه همونطوری که بیشتر خودت نگران بودی از اینکه من در تلویزیون نیستم و امروز جایگاه خالی است، من امروز ثابت شد برام که وقتی من نیستم شاید کسایی مثل شماست که به مراتب بهتر از من این کارا میکنین. اما برای شما تبریک میگم. بسیار عالی. سپاسگزارم جناب آقای سیاوش که دعوت ما پذیرفتین و در این جنبه ما حاضر شدید. خواهش می‌کنم. بیننده های عزیز، این بود برنامه مهمان سیاسی این هفته. تا مهمان سیاسی دیگر شما را به خداوند بزرگ امانت می‌سپارم. الله یار و یار.